سلام. یکی ازم پرسید چرا انقدر دنیا رو بد میبینی؟ بهش گفتم که من دنیا رو بد نمیبینم، دنیا بد هست. دعوا داشتم باش آخه. بعد دنیا بده دیگه، همه ما میدونیم دنیا خیلی بد شده. اگر که پشتت گرم نباشه پشتتو به خاک میرسونن و زمینت میزنن. اگه زمین بخوری به جای اینکه دستتو بگیرن عکستو میگیرن. اگه تصادف کنی به جای اینکه آمبولانس خبر کنن میان جیبتو میزنن. دنیا همینه، دنیا عوض نمیشه. ولی آدما میتونن دنیا رو عوض کنن، یعنی باید از خودمون شروع کنیم. ما خودمون رو عوض کنیم دنیا هم عوض میشه. ارزش هر آدمی به اینه که با تغییر محیط و تغییر شرایط اخلاق خوب و سرشت نیکوش عوض نشه. دیگه چیزی یادم نمیاد بگم، فقط این که دنیا بد شد، بله، ولی برای خوب کردن دنیا، این که حال دنیا خوب شه، بعد از خودمون شروع کنیم. هر کدوممون تک تک بعد خودمون رو تغییر بدیم. نیازی نیست که حالا ما از جان گذشتگی کنیم و دیگه به قدری خوب باشیم که هی ضرر بخوریم. همین که بد نباشیم کافیست. خدا نگهدار.